دوستان عزیز توصیه میکنم این ویدیو رو حتما تا پایان نگاه کنید. اگر این ویدیو رو از اول تا به آخر نگاه کنید شک نداشته باشید که مشکلتون حل میشه. از این بابت مطمئن باشید. سلام دوستان عزیز، خوش آمدید میگم شما رو به یک ویدیو دیگر. دوستان عزیز در این ویدیو میخوایم ببینیم که چطور میتونیم حساب جیمیل خود را ریکاوری کنیم. اگر شما رمز جیمیل خود را فراموش کرده باشید، شماره تلفنی که به جیمیلتون وصل بوده را گم کرده باشید یا ایمیل پشتیبانی داشته و او ایمیل رو هم نداشته باشید، در واقع اگر ساده بگم در این ویدیو به شما نشان میدم که چطور حساب جیمیل خود را بدون داشتن رمز، بدون داشتن شماره تلفن و بدون داشتن ایمیل پشتیبانی چگونه میتونیم جیمیل خود را بازیابی بکنیم. قدم به قدم نشان بدم. کاری است که خود من قبلا انجام دادم و یک ویدیویی هم در سال 2022 بود اگر اشتباه نکنم در این مورد ثبت کرده بودم و خیلی هم راضی بودن، خیلی هم کامنت های خیلی خوب گذاشتن، کارشون راه افتاده. و طریقه جدیدی که میخوام در این ویدیو با شما نشان بدم آپدیت جدید هست، یعنی سال 2024 حساب میشه. خیلی راحت تر شما میتونید کار انجام بدید. زیاد وقت رو نمیگیرم، میریم سمت ویدیو. شما خواهش میکنم ویدیو رو لایک کنید و اگر سوال نظری داشتید در پایین شریک کنید و ویدیو رو با دوستان خود میتونید شیر کنید. دوستان عزیز، برنامه‌ای که در اینجا میبینید این برنامه کاملا اندروید است. همونطور که میبینید برنامه اندروید اینجا فروشگاه پلی هم هست. این شبیه ساز اندروید است که روی کامپیوتر نصب میشه. برای اینکه تصویر بهتر باشه داخل از برنامه کار میکنیم. شما از داخل گوشی میتونید ادامه بدید. خب دوستان عزیز، قبل از همه چیز ما باید گوگل کروم رو باز کنیم. گوگل کروم رو در گوشی خودم میتونید باز کنید و اگر از طریق کامپیوتر هم میخواید انجام بدید فرق چنان نداره. فقط شما برنامه گوگل اگر کروم نباشه میشه برنامه گوگل به هر حال گوگل رو باز کنید. وقتی که بعد از اینکه برنامه گوگل رو باز کردید دوستان عزیز، شما میتونید در اینجا تایپ کنید که قبلا هم من تایپ کردم گوگل اکانت ریکاوری. وقتی رو تایپ کنید دوستان عزیز وبسایت خود گوگل ببینید، گوگل ساپورت googlesuppport.com سایت خود گوگل هست. او تو ریکاوری گوگل اکانت اور جیمیل کلیک میکنیم. در اینجا دوستان عزیز ببینید خیلی چیزا نوشته، من اینا همه رو خوندم هیچ فایده نمیکنه. دوستان عزیز ببینید در اینجا نوشته someone else using your account و در اینجا نوشته if you think اگر فکر میکنید کسی جیمیل شما رو هک کرده بدون اختیار خود شما میتونید این قدم ها رو دنبال کنید. اینجا شما کلیک میکنید. بعد از اینکه کلیک کردید دوستان عزیز شما رو به این صفحه میاره. در این صفحه go to the account recovery page میگه به این صفحه برید. اینجا دوباره کلیک میکنید. در اینجا میبینید دوستان عزیز میگه شما فعلا در قدم اول میگه شما با این جیمیل فعلا ساین این کردین، یعنی این جیمیل رو داخل دستگاه داخل گوشی خود دارید. اگر جیمیل شما این نیست میتونید از اینجا روی شما میتونید روی اکانت ریکاوری پیج کلیک کنید و به این صفحه شما را راهنمایی میکنه. در این صفحه به شما میگه جیمیل خود را اینجا وارد بکنید. شما پسورد رو شاید نداشته باشید ولی جیمیل رو که دارید دیگه. اینجا میگه جیمیل یا شماره تلفنتون رو وارد کنید. شماره تلفن، منظور از شماره تلفن این است دوستان، شماره تلفنی که در زمان ساخت جیمیل به پشتیبانی جیمیل برای دریافت کد یک شماره تلفن معمولا درخواست میشه از شما. اجباری نیست ولی میگه که توصیه گوگل است که کار انجام بدید. برای ریکاوری اکانت هست. شما میتونید اون شماره تلفن رو در اینجا وارد کنید اگر جیمیل رو ندارید. اگر جیمیل رو دارید که میتونید جیمیل رو وارد کنید. ما فرض میکنیم جیمیل رو داریم ولی پسورد رو نداریم. در اینجا نوشته میکنید جیمیل من حساب جیمیل رو مخصوص به خاطر این ویدیو ساختم. این جیمیل ما هست، ما در اینجا وارد میکنیم. در آخرش @gmail.com نیاز نیست، البته در کل سرویس های گوگل نیاز نیست. فقط کافی اسم جیمیلتون رو با عددی که وارد کردید اینجا نوشته کنید. اگر جیمیل شما عدد نداره فقط اسم و فامیلی شما هست دیگه چیزی نیاز نیست. روی نکست کلیک میکنیم. خب دوستان عزیز ببینید در اینجا بدون هیچ چیزی از من هیچ چیز درخواست نکرد و مستقیم میگه ویلکام بک، خوش آمدید دوباره. و میگه ما میتونیم که وریفای کنیم که این تو هستی، چرا که تو قبلا در این دستگاه در این کامپیوتر یا در همین گوشی جیمیل خود را وارد کردی، پس نیازی نیست که شما کار دیگه انجام بدید. چرا؟ چون از این پیج اومدیم. ببینید از این پیج ریکاوری اومدیم و ببینید در اینجا نوشته آپدیت پسورد. اینجا وقتی شما کلیک کنید ببینید به شما میگه که create password confirm password، یک رمز جدید میگه درست کنید و رمز رو دوباره اینجا تکرار کنید. و یا هم شما میتونید روی اسکیپ کلیک کنید و در اینجا میگه شما وارد شدید، فعلا جیمیل خود را شما لوگین کردید. خب ما فرض میکنیم که شما گوشیتون رو ندارید، گوشی را هم گم کردید، رمز و شماره تلفن و همه چیزی که همونطور که اول گفتم همه رو شما هیچ کدوم رو ندارید. برای همین من یک جیمیل دیگه ای که هیچ چیزیش رو ندارم و چند دقیقه بعد به شما نشون میدم که ایمیلی که به گوگل فرستادم و ما این جیمیل رو وارد میکنیم. روی نکست کلیک میکنیم. ببینید دوستان الان پسورد طلب میکنه. چرا؟ چون که
این جیمیلی هست که من در ترکیه باز کرده بودم و فعلا به کشوری که آمدم این جیمیل رو ما تا به حال دوباره لاگین نکردم و این دستگاه هم ناشناس است، لوکیشن هم ناشناس است و همینطور اینترنت ناشناس است. برای همین از ما پسورد طلب میکنه. البته باید بگم دوستان این جیمیل هم شماره تلفن بهش وصل است، هم یک جیمیل پشتیبانی. خب شما فرض کنید پسورد را ندارید، try another way رو کلیک میکنید. ببینید در اینجا میگه choose how you want to sign in. اینجا دو تا شماره تلفن آمده، یکی ریکاوری است، یکی تو استپ فریکیشن است. شما میگه یکی از این شماره تلفن ها رو میتونید وارد کنید و کد دریافت میکنید، کد وارد میکنید جیمیلتون بازیابی میشه. فرض کنید اینا رو نداریم، try another way to sign in کلیک میکنیم اینجا. ببینید میگه که به این جیمیل ما یک کد فرستادیم، اون کد بده. خب ما کد رو دوباره کار انجام بدید. ببینید میگه که گوگل نتونسته تایید کنه که این شما هستید. more tips to recovery account یا هم types. دوباره اینجا کلیک میکنیم، ما رو به این صفحه میاره. ببینید وقتی به این صفحه آورد ما را خیلی چیزهای مزخرف نوشته هست، اصلا 1 ساعت وقتتون رو میگیره که اینا رو بخونید ولی بیفایده است. چرا اینو به شما نشون دادم؟ چون خیلی جیمیل ها نیازی حتی به این صفحه نمیرسه، میشه بازیابی کرد. بذارید من یک جیمیل رو به شما نشون بدم. ببینید دوستان این جیمیل هست، من روی جیمیل رو بلور کردم. در اینجا bebin میگه که hesabınızda oturum açmanız için 30 gün içinde bir bağlantı göndereceğiz. به ترکی نوشته. اگه بخوایم که ترجمه هم بکنیم میگه تا 30 روز دیگه به شما یک لینک میفرستیم که از طریق اون لینک شما میتونید که به حساب خود وارد بشید. ببینید به فارسی ترجمه کردم. ما یک پیمند برای ورود به حساب خود در عرض 30 روز برای شما ارسال میکنیم. و اینجا درخواستی هست که ما دادیم برای گوگل و اینجا میتونید شما درخواست رو ببینید که چند روز از 30 روز گذشته. 30 روز میگه ولی 100% نیست که حتما 30 روز طول میکشه. ممکنه 4-5 روز طول کشه، ممکنه یک هفته، ممکنه واقعا هم 30 روز طول کشه. ببینید میگه که 17 روز بعد ما به شما ببینید بذارید ترجمه کنم. در هر 17 روز پیوندی برای ورود به حساب کاربری خود دریافت خواهی کرد. و پایین نوشته اگر نیاز ندارید میتونید لغو کنید درخواست رو. خب ما لغو نمی‌کنید چون جیمیل ما واقعا نیاز دارم. این برای به شما نشان دادم دوستان، چون واقعا کار میکنه، خیالتون راحت باشه. اگر ویدیو رو نگاه میکنید چیزی دستگیرتون میشه، مشکلتون حل میشه. خب شما فرض کنید همه این کارا رو کردید نشد، راه دیگه چیه؟ راه دیگه دوستان عزیز شما میتونید برنامه جیمیل رو باز کنید. ببینید اینجا برنامه جیمیل رو باز میکنید. بعد از اینکه برنامه جیمیل رو باز کردید روی این سه تیکی که سمت چپ بالا نوشته هست کلیک میکنید و میایید آخر help and feedback نوشته، روی از کلیک میکنید. بعد اینکه چند ثانیه صبر کنید ببینید ما را به این صفحه آورده. در این صفحه هم بعضی معلومات در مورد جیمیل میده به ما به اینا نیاز نداریم. روی send feedback کلیک میکنیم. در اینجا ببینید دوستان میگه که شما با این جیمیل فعلا درخواست ارسال میکنید ولی مهم نیست کدوم جیمیل است. شما میتونید در اینجا از طریق گوگل کروم ترجمه کنید رو، یا به فارسی نوشته کنید و به انگلیسی ترجمه کنید، یا حتی من همین نوشته ای که اینجا شما نیاز دارید که برای گوگل ارسال کنید ما به انگلیسی می نویسم و پایین این ویدیو در قسمت دیسکریپشن برای شما میگذارم که میتونید راحت تر از اونجا بردارید و به گوگل ارسال کنید. خب دوستان اینجا چیزی که حتما باید دقت کنید برای اینکه گوگل تایید کنه این جیمیل از شما هست، متعلق به شما هست، یک پسورد جیمیلتون رو قبل از اینکه هک بشه یا گم بشه اون رو وارد کنید. اگر پسورد رو ندارید، پسورد زیاد مهم نیست، شما میتونید حتما باید شماره تلفنی که برای بازیابی جیمیل خود وارد کرده بود اون شماره تلفن رو وارد کنید و بگید که ما فعلا دسترسی ندارم به شماره تلفنی که او رو من مینویسم، ولی شماره تلفنتون رو باید حتما بنویسید. شما برای بازیابی جیمیل اگر یک زمان جیمیل شما گم بشه یک جیمیل پشتیبانی هم میتونید وارد بکنید، او جیمیل رو اینجا وارد کنید. به هر حال از سه چیز یک چیز رو حتما باید وارد کنید. اگر هیچ کدوم رو ندارید شما میتونید مدل گوشی که قبلا هر جایی که بودید لاگین کردید یکی از مدل گوشیتون رو نوشته کنید، یا به کدوم تاریخ به کجا لاگین کردید، به کدوم کشور یا به کدوم شهر، اینا رو نوشته کنید و بعد روی گزینه اینجا که میبینید بالا روی ارسال کلیک میکنید، روی سند. اگر اینم کار نکرد که 100% کار میکنه، برای اطمینان به شما میگم برای که 100% چه کار، یک لینک هست. این لینک رو دوستان من در پایین ویدیو در قسمت دیسکریپشن و همینطور در کامنت اول پین میکنم. در کامنت اول این لینک هست، شما میتونید بردارید. ببینید این لینک خیلی لینک مهمی است، واقعا نمیتونید این رو داخل اینترنت پیدا کنید. در بالا نوشته ایمیل آدرسی که شما میخواید ورود کنید به اون ایمیل ساین این کنید، نمیتونید، در بالا اون جیمیلتون رو مینویسین.
در پایین ببینید ایمیل آدرس we can use to contact you. اینجا جیمیل رو وارد میکنید که فعلا دارید که با شما گوگل از طریق اون جیمیل با شما جیمیل ارسال میکنه، یعنی با شما میل ارسال میکنه. اون ایمیل رو اینجا مینویسین، بالا ایمیلی که گم شده، پایین یک ایمیلی فعلا که دارید که دسترسی دارید که گوگل با شما تماس بگیره. پایین اون ایمیل رو وارد میکنید و در اینجا هم به گوگل توضیح میدید که مشکل شما چیه. همون متنی که پایین ویدیو نوشتم اون متن رو کپی کنید، اینجا پست کنید. اینجا هم همونطور گفتم دقت کنید که شماره تلفن یا هم یک مدل از گوشی که قبلا جیمیل تون رو لاگین کرده بودید یا ایمیل پشتیبانی، یکی از اینا رو اینجا حتما باید بنویسید که گوگل بتونه تایید کنه که این جیمیل متعلق به شما هست و واقعا از شما هست. اینا رو که نوشتید روی سابمیت کلیک میکنید، ایمیل شما ارسال میشه به تیم گوگل. معمولا 2 الی 3 روز طول میکشه. 2-3 روز کاری منظور من، یعنی روز شنبه و یک شنبه حساب نمیشه، روزهای دیگه طول میکشه تا که جواب شما رو بده. و اگر بتونه تایید کنه که جیمیل اگر از شما باشه، حتما تایید میشه که از شما هست. با شما یک لینک ارسال میکنه که شما روی اون لینک وقتی کلیک کردید به شما میگه پسورد جدید خود رو وارد کنید. ببینید من 4-5 تا جیمیل خودم رو دوستان از همین طریق بازیابی کردم. من زمان همونطور گفتم با ترکیه بودم و بعد برگشتم آمدم دیگه کشوری، تو را گوشیمو از دست دادم و شماره تلفن و پسورد همه چیز رفت، حتی جیمیل هم رفت. من از همین طریق چند تا جیمیلم رو بازیابی کردم و ویدیویی که من قبلا 1 سال قبل ثبت کردم از همین طریق خیلی مشکلشون حل شده. پس شک نکنید، حتما به دردتون میخوره، حتما مشکلتون رو حل میکنه. میدونم ویدیو کمی طولانی شد، زیاد حرف زدم چون باید نقطه با نقطه توضیح میدادم تا متوجه میشید. امیدوار هستم این ویدیو برای شما مفید باشه، امیدوار هستم مشکلتون رو حل کنید. اگر بازم با مشکل خوردید، لینک اینستاگرام در پایین ویدیو هست، میتونید کلیک کنید و بیاید در اینستاگرام من با شما مستقیم با هم صحبت میکنیم. هر مشکل داشته باشید، هر کمکی از دست ما بر بیاد، من در خدمت هستم. برای حمایت میتونید این ویدیو رو لایک کنید، با دوستان شریک کنید و اگر سوالی داشتیدم در پایین ویدیو در بخش کامنت ها میتونید مطرح کنید. تا ویدیو بعدی، خداوند یار و نگهدارتون.